منبع‌های رادیوی آزادی در نهادهای حفظ حقوق و قانون در تاجیکستان میگویند با گمان دست داشتن در ربودن شهرت اسمت اللهیف معاون اول آریان بانک به کمیش 4 نفر بازداشت شدند. نام آنها به خاطر خلل نیافتن تفتیش گفته نمی شود، ولی همه منبع ها می گویند بازداشت شده ها افسران پیشین نهادهای قدرتی اند که همراه با جنایتکاران سابقه دار این آدم ربایی را انجام دادند. یک سرچشمه نزدیک به تفتیشات روز 2 ایول به رادیوی آزادی گفت یکی از بازداشت شدگان افسر سابق وزارت کارهای داخلی و آژانسی مبارزه با فساد است و یک منبع نزدیک به خانواده شهرت اسمت اللهیف میگوید با گمان شرکت در این جنایت یک داستان سابق نیز بازداشت شده است. به گفته یک منبع دیگر ربایندگان از رقم‌های دولتی استفاده کردند که خاص نهادهای قدرتی اند و می توانند به طلب پلیس را اطاعت نکنند، با صورت از معیار زیاد حرکت نمایند. مقامات گفتند اسمت اللهیف را 4 نفر به ماشین سوار کرده بردند، اما چند نفر دیگر هم در این کار دست دارند. برای آنکه مانع پیش نآید جنایتکاران به ماشین خونده صنعت پیشکی 11 رقم دولتی آماده کردند. آنها رقم‌های را آماده کردند که ماشین‌های ساختارهای قدرتی از آنها استفاده می‌برند و این گونه ماشین‌ها را کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی منع نمی‌کنند. در برآمدگاه دوشنبه به طرف ولایت سوخت یک پاسگاه دائمی بدیه عمل می‌کند. به خاطر آنکه ماشین جنایتکاران رقم مانند به نقلیات‌های ساختارهای قدرتی را داشت، کارمندان بدیه آنها را نگاه نداشته و تفتیش نکردند، گفت منبع رادیوی آزادی. شهرت اسمت اللهیف معاون 49 ساله رئیس آریان بانک شام 23 ایون امسال ربوده و به گفته مقامات تاجیکستان به سمت ناحیه عینی برده شده است. سرنوشت او تا حال معلوم نیست. دو منبع از هم جدای رادیوی آزادی در داستانی کل و ریاست کارهای داخلی دوشنبه گفتند گروهی که شهرت اسمت اللهیف را ربود از قبل آمادگی جدی دیده تقریبا از نیم ماه ایون به این سو هر قدم شهرت اسمت اللهیف را زیر نظارت داشتند. مقامات تفتیشاتی در مورد سبب ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف به نتیجه معین نرسیدند. شیوه آمادگی و جریان آدم ربایی نشان می‌دهد که هدف اساسی کشیدن مبلغ از اسمت اللهیف نبوده است. هنوز روشن نیست که تفتیشات فرمایشگران این عمله را آشکار و اعلان خواهد کرد یا نه. در تاریخ تاجیکستان قتل‌های زنجیره افراد برجسته زیاد روی داده باشد هم در تحقیق هیچ کدام آنها فرمایشگران آشکار نشدند. تا بیگاه 3 ایون درباره آنهایی که اسمت اللهیف را ربودند معلومات دقیق روی نزده بود. مقامات تاجیکستان 3 ایون شخصی را با نام رستم اشورف که گفته می شود ضمن کشاکش در فرودگاه کشینیوف 2 کارمند نهادهای قدرتی مولدو را کشت، به پرونده ربوده شدن اسمت اللهیف ربط دادند. داستانی کل تاجیکستان اشورف را عضو گروه سازمان یافته جنایی دانست که در دزدیدن شهرت دست دارد. خبرنگاران بخش مولداوی رادیوی آزادی میگویند رستم اشورف 43 ساله هنگام درگیری در فرودگاه کشینیوف سخت زخمی شده تا صبح 3 ایول در حال بیهوشی است و پزشکان به زنده ماندنش چندان باوری ندارند. رادیوی آزادی معین کرد که رستم اشورف سال 2012 برای حمله و غارت $100,000 صرافان به 13 سال زندان محکوم شد. یک سرچشمه نزدیک به دادگاه شهر دوشنبه گفت اشورف تقریبا 2 سال پیش از محبس برآمده است. در یک صف با افسران نهادهای قدرتی گمانبر ربودن اسمت اللهیف اعلان شدن او پرسش‌های را درباره شرکت چنین افسران در جنایت‌های سازمان یافته به میان آورده است. به اطلاع منبع آزادی در ریاست کارهای داخلی دوشنبه ربایندگان شهرت اسمت اللهیف پیشکی برای پرواز به ترکیه و روسیه بلیط گرفتند. بنا به معلومات دریافتی یکی از آنها در روسیه بازداشت شده است. دزدیده شدن معاون اول رئیس آریان بانک واکنش و نگرانی ها را به میان آورده است. مخالفین حکومت در این واقعه بی قانونی و خودسری افراد با نفوذ را عیبدار و شکاف‌ها را در تامین امنیت سرزبان کردند. طرفداران حکومت این را تصادف و عمله دشمنانه نامیده نبودن امنیت را رد می کنند.